بسیار تشکر جناب صاحب. به امید از که این محاکم این مسئله را تعقیب کنن و شما به این هدف بزرگ که دارین برسید. بسیار زیاد تشکر از شما و از وقتتان. ما در آخر فقط یک جمله را میخوایم بیان کنم. این قلمی است که در این رنگی است که انسان می نویسه، اما ما به این باور هستم در این قلمی که ما می نویسم و نسل ما که نسل جوان است که سالهاست تمام بی‌عدالتی، نابرابری، خاموش شدن، کشیدن، نسلی که در بطن ظلم و ستم صدا بلند میکردن و نمیتونستن، در این رنگ نیست. خون هزاران شهید و مسکین و بیچاره است که در او وطن دهه هاست، نزدیک 5 دهه است که با جنگای تنظیمی و قومی و سمتی و حمایت های نادرست جهان در قبالشان قربانی شدند. و این هر وقتی که ما میخوایم یک چیزی بنویسم، کتاب خودمون فعلا خودم نوشته کردیم و البته این مشوره ها را استادا و داخل و بیرون و کسایی که در بخش بین‌المللی بود گفتن باید داستان تا کتاب بنویسی و ما خودم بالای کتاب خود کار دارم. هر لحظه‌ای که در جاهای میرسم که بود عاطفی داره، اشک از چشم مینویسم، بسیار قشنگ مینویسم. و یانبوی شهید وقتی که صحبت کرد هیچ یاد من نمیره و بحثی که وقتی میخوای بحث سیمیلی رو بیان کنی، بود عاطفی انسان به حرکت میاد، دست خود انسان نیست. بعضی وقتا بعضی تعلیل میکنن که دارابی شاید غیرت نداره یا موضوعات. اگر تو میخوای مرا بفهمی غیرت دارم یا خیر، تو میتونی با عمق بری که بری نسل و مکی از خیرش برای جهانیان رسیده. و من بسیار قشنگ مینویسم، صدای مظلوما و هر کلمه‌ای که مینویسم تمام صدا و فریاد و ناله های ملت مظلوم افغان در گوش ما است. نه به قوم، نه به نژاد، نه به سبک، نه به حزب، نه به هیچ چیزی تکیه نکنه. انسانیت در وجود ما است و صدای عموم مردم مظلوم بیچاره. و آرزو دارم که هر چیز زودتر ما به حق و حقوق خود و مبارزه ما به خاطر خودم نبوده، مبارزه ما به همه مردم بوده. آرزو دارم که همگی مردم به حق و حقوق خود برسه و دولت طالبان غور بررسی در مخصوصا در زندان ها داشته باشه. هزارها انسانی که بیگناه است به هر چیز زودتر به نزد فامیلشان که من تعدادش خودم تا واسه توان تعقیب دارم به خاطر از یک سرپرست ندارم، بیگناه زندانی شدن. آرزو دارم هر چیز زودتر جنایات و ظلم از سر مردم بیچاره برداشته شود و یک حس نفس آرام بکشند. دیگه تشکر میکنم از شما. زنده باشین. منتظر کتابتان هم هستیم. حتما.